سلام قشنگا، بیاین با هم بریم یه جای به شدت زیبا. اول هر جا که هستیم خودمون رو میرسونیم به نزدیکترین ایستگاه مترو. از هر خطی که سوار شدین میرین سمت خط 1 و میدون تجریش. ما یکم پیاده روی کردیم ولی فقط وقتمون گرفته شد و خیلی دور بود. تا اواسط خیابون ولیعصر رو پیاده رفتیم و بعدش ماشین گرفتیم و ادامهش رو با ماشین رفتیم. بعد از حدود 10 دقیقه میرسیم به پاساژ ولنجک. یکم که توی پاساژ بگردیم با این صحنه به شدت زیبا مواجه میشیم با کتاب ملک. اینجا میتونین هر کتابی که میخواین، چه روانشناسی، چه رمان، چه کتابای دانشگاهی و آموزش زبان و هر چیزی که بخواین رو پیدا کنین. اینجا میتونین تا سقف 6 تا کتاب با خودتون به امانت ببرین و بخونینشون. برای تهرانی‌ها 6 ماه، برای شهرستانی‌ها 8 ماه و برای افراد خارج از کشور 1 سال مهلت برگردوندن کتابا هست. هرچند که من کتابی نپسندیدم و چیزی برام نداشتم، ولی واقعا بودن توی اون فضا و بین این همه کتاب لذت بخش بود. این تجربه رو واقعا دوست داشتم. بعد از حدود 1 ساعت اومدیم بیرون و رفتیم یه چیزی خوردیم و بعدش هم که دوباره یکم پیاده روی کردیم. توی راه یکم با پیشیا بازی کردیم و خودمون رو رسوندیم به میدون تجریش. یکم اونجا خرید کردیم و دوباره سوار ماشین شدیم و برگشتیم خونه. ممنونم که ویدیومو نگاه کردین. فعلا خدافظ.